مهمانان ارجمند خش و تبارها آن نفرانه که این لحظه ها به خاطر شنیدن ترانه آمدید، پس باید بشنویم ها، برقصیم و فارغ از غم های دنیا باشیم، زیرا این شام تنها به خاطر فراغت من و شما و دیگر هاست. پس خواهش میکنم روی صحنه هنر بانوی بسیار هم خوش صدا، بانویی که قد و قامتی تاجیکانه دارد، سیمای تاجیکانه دارد، صدای تاجیکانه دارد، گلجهان ابراهیم را دعوت شده. مرحبا. در خرمن بلجوان کرتا چکن میرقصن، برده دل و جان ما جان در بدن میرقصن، برده دل و جان ما جان در بدن میرقصده. یاری جانی باشم، دل داده یاری بلجوانی باشم، به بهره بیماند از بهشتی جاوی، دل باخته جهانی فانی باشده. در خرمن بلجوان کرتا چکن میرقصن، بلجوان کرتا چکن میرقصن، برده دل و جان ما جان در بدن میرقصن، برده دل و جان ما جان در بدن میرقصده. جوان میبینم در جان غریبی خود توان میبینم، پروازی کبوترانی چون هم خیدان در گردنی کوهی بلجوان میبینم. در خرمن بلجوان کرتا چکن میرقصن، چکن میرقصن، برده دل و جان ما جان در بدن میرقصن، برده دل و جان ما جان در بدن میرقصن.